سلام، خبرهای تازه از تاجیکستان و دیگر گوشه‌های جهان. مومین احمدی هستم. در برنامه امروز 7 فوریه همراه شما. سرخط چندی از خبرهای روز. تعداد قربانیان زمین لرزه در سوریه و ترکیه بیشتر می شود. تاجیکان در غازیانتب چه حال دارند؟ 2 جیانم در این ویرانه بند ماندند. این بنا دیروز تخمینا ساعت 2 بعد از ظهر فرو ریخت. مقامات تاجیکستان میگویند از این پس مهاجران کاری تاجیک در روسیه امکان دارند برای گرفتن حق نفقه مراجعت کنند، اما میگیرند بودیم در در جنگ ولکن خود مراجعه نمیتونیم ما فیرمو کجا میتونم بو نفقه در کمپیر مستفید. پوتین یک زندانی را که برای قتل یک خانواده 23 سال زندانی شده بود عفو کرده است. او را در قتل 7 سرباز اوکراینی نیز متهم می‌دانند. و چشم‌های زیاد امروز به ترکیه و سوریه دوخته شده است که زمین لرزه سخت در حدود کشور هزاران نفر را کشت و ده‌ها هزار تن دیگر را در این دو کشور بخانمان کرد. تاجیکان مقیم شهر غازیانتب نیز آواره شدند و شب گذشته را در بیرون روز کردند. پس لرزه ها هنوز ادامه دارد. همکارم شهلای گلخواجه درباره پیامدهای فلاکت و تحولات اخیر در ترکیه و سوریه گزارش می‌دهد. طبق گزارشی که صبح روز سه‌شنبه نشر شد، شماره قربانی‌های زمین لرزه برابر با 7.8 درجه از 5000 نفر بیشتر شده است. شهروند تاجیکستان سرویناز اوزکوچک که با شوهر و 2 فرزندش در شهر غازیانتب به سر میبرد، شب زمین لرزه را به یاد آورده گفت که وقت فرزندان را گرفتن میخواست بیرون برآید، شکست و ریخت منزلشان شروع شد. لیفت غلطیده خونی کودکان شکاف همه چی غلطی چپشید спальни چپا نشیده. ما برو آمدیم کریدور بودیم درده دهنی درده یگان چی میشه نمیشه. یک دقیقه 58 ثانیه دوام کرد. صرف نظر از فراهم بودن مکان امن و گرم، اهل ولایت سرویناز به پناهگاه دولتی نرفتند، زیرا به قول سرویناز بگذار آنجا مردم واقعا نیازمند جای داده شود. دولت یاردم میکنه، سراز دولت آمدن مثال یاردم کردن، دیال اوقات گرم همه چی یاردم میکنه. فقط هوا خنکه، برف باران تماما بس نکرده 2 روز. در برین زندگی که دستم راه محکمه بنزین و یا اوچرت بنزین گرفته نمیتونه. کشورهای عالم گروه‌های نجات را برای کمک به مردم آفت‌زده فرستادند، ولی از سبب ادامه تکان‌های زمین که خطر فروریزی بناها را افزایش داده است، سرعت عملیات نجات سست میباشد. مقامداران ترک میگویند در ولایت حتی 1500 بنا فرو ریخت و مردم زیادی در زیر ویرانه‌ها باقی مانده است، ولی تاکنون کدام گروهی برای نجات آنها نرسیده است. 2 جیانم در این ویرانه بند ماندند. این بنا دیروز تخمینا ساعت 2 بعد از ظهر فرو ریخت. احتمال صدها نفر در همین گونه بناها بند ماندند. آنها اجازت نمیدهند که ما خودسرانه عملیات نجات پیش بریم، ولی تا حال دولت هم کسی را برای کمک به آنها نفرستاده است. شماری از ساکنان مناطق آفت‌زده شب گذشته را در تالارهای ورزشی و دیگران باشد در زیر برف و باران در کوچه سپری نمودند. طبق آمار رسمی ترکیه که صبح سه‌شنبه دسترس شد، در 10 ولایت این کشور کمش 3419 نفر فوتیده، بیش از 16000 کسی دیگر جراحت برداشت. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان به یاد قربانی‌های زمین لرزه 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. بر پایه معلومات از حکومت سوریه و گروه‌های آشوبگران که شمال سوریه را زیر تصرف قرار دادند، زمین لرزه یک روز پیش حیات کمش 1444 نفر را از بین برد و بیش از 3500 کسی دیگر در این حادثه زخم برداشته است. با مرور زمان شانس پیدا کردن افراد زنده در زیر ویرانه‌ها کمتر می شود، ولی گروه نجات در شهر جندریس سوریه نورسی را از زیر ویرانه‌ها بیرون کشید. خليه يريح ايديك لورا على راسك من ورا على راسك ساعدني على راسك يا هارون ساعدني يلا هارون يلا يلا ساعدني لا تسحب راسك ساعدني يلا
تاجیکستان اعلام کرد که به ضرردیدگان زمین جنبی در ترکیه کمک می‌رساند. با گفته مقامات 50 مأمور نجات برای کمک سفربر می‌شوند. تاجیکستان همچنین نیت داشته است با آسیب دیدگان لباس و مواد خوراکی بفرستد. برای یوسفی و اسکندر فیروز در این باره گزارش دارند. тоҷикистон дар садади фиристодани наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба зарардидагони зилзилаи шадиди Туркия қарор дорад. имрӯз ҳамаи сарони вазороти идораҳо дар ҷаласаи фаврӣ назди роҳбари давлат иштирок доранд барои қабули қарор оиди кӯмак кардан ба Туркия. сафири Туркия дар Душанберо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ба ҳузур пазируфта аз фиристодани кӯмакҳои моливу фаннӣ ва наҷотдиҳандагони тоҷик хабар додааст. Şu anda 50'ye yakın Tacik arama kurtarma дар ҳоли ҳозир гурӯҳи 50 нафари оперативи наҷотдиҳӣ ва кофтукобии тоҷикро ба Туркия мефиристанд. insani yardım malzemesi götüreceklerini bildirdiler. парчами Туркия дар сафорати ин кишвар дар Душанбе ба ёди қурбониёни зилзила ва мотами 7рӯзаи миллӣ поин оварда шудааст. дар ин сафорат то рӯзи 12 феврал китоби таъзия боз шудааст. афроди алоҳида кӯмакҳои молии худро ба сафорати Туркия ирсол карданд. Bunun yanı sıra Tacik kardeşlerimiz de bugünden itibaren ҳамчунин бародарони тоҷикамон шурӯъ аз ҳамин субҳ кӯмакҳои худро ба сафорат оварда истодаанд. бародароне ҳастанд ки пешниҳоди кӯмакҳои нақдӣ карда истодаанд. мо аз ин кӯмакҳо хеле миннатдорем ва ба ҳамаи бародарон арзи сипос мекунем. çok minnettarız. Şükranlarımızı sunuyoruz. ду зилзилаи шадид дар фосилаи 9 соат қисмати ҷануби Туркия ва ғарби Сурияро такон дода бештар аз 4000 нафарро қурбон кардааст. ҳазорон манзилу иншоот хароб шудааст. ҷустуҷӯи одамон аз зери харобаҳо идома дорад. در روسیه اوفی یک مردی که برای قتل تمام اعضای یک عائله به 23 سال زندان محکوم شده بود نگرانی و شبهه را درباره فرمان اوفی او برانگیخته است. الکساندر تیوتین که بنا به گزارش‌ها به گروه واگنر جلب شده در اوکراین 7 سرباز اوکراینی را کشته است. چند پیش با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین آزاد شد. گزارش را در این باره همکارم کیومرسی عطا تقدیم می‌کند. الکساندر تیوتین سال 2005 قتل تمام اعضای یک عائله را فرمایش داده بود. دادگاه روسیه سال 2021 او را به 23 سال زندان محکوم کرد. در 66 سالگی گروه واگنر او را به حیث زرخرید برای جنگ به اوکراین فرستاد. بنا به گزارش‌ها خودش تنها 7 سرباز اوکراینی را کشته است. به قول یوگنی پریگوژین مدیر شرکت واگنر، تیوتین ماه اپریل خواسته است با نظر داشت سن و وضع صحتی حکم زندانش را کوتاه کنند. تا این هم قصه‌های واقعا شبهه برانگیز بود. من این فرضیه را تصدیق یا انکار کرده نمیتوانم، ولی آدمانی که در رده‌های بالایی جنایتکاران هستند به عجب هم میروند و سپس آنها را در تابوت‌های بسته میگذارند. شاید چنین باشد، ولی به نظر من واقعا شبهه برانگیز است. الکساندر تیوتین یک صاحبکار ثروتمند در شهر سنت پتربورگ بود. اکنون آزاد است و درباره به اوکراین رفتن او شبهه زیاد شده است. هیچ دلیلی حضورش در جنگ هم نیست. جزئیات فرمان رئیس جمهور درباره رهایی او هم نامفهوم است. این یک عرصه تاریکی حقوقی است، زیرا فرمانهای رئیس جمهور چاپ نمیشوند. ما هیچ گاه نمیفهمیم که این یا آن انسان به جنگ رفته است یا نه، زیرا واگنر شرکتی خصوصی است نه دولتی. پیشنهاد سندها برای آن حتمی نیست به شرطی که خود خبرنگاران جستجو کرده یابند. دیگر جنایتکاران خطرناک را هم بعد جنگ در اوکراین آزاد کردند که این کار جبردیدگان آنها را ترسان و هراسان کرده است.
تیوتین به کرا کردن قاتل برای کشتن یک زن نیز گناهکار دانسته شده است. همکاران من که قضیه های خشونت خانوادگی را بررسی میکنند دیر باز میگفتند به ما دستور دادگاهی محافظت ضرور است. هرچند این مسئله خشونت خانوادگی نیست ولی برای محافظت جبر دیده دستور لازم است که جنایتکار به او آسیب رسانده است و نباید به او نزدیک شود. اصولا جبردیده‌ها حق دارند دایر به حرکت و جای فردی جنایت کرده اطلاع بگیرند به شرطی که هنگام بررسی پرونده این درخواست را کنند، ولی بسیار از جبردیدگان این را نمی‌دانند. بنا به گزارش‌ها الکساندر تیوتین به ترکیه به نزد همسرش رفته است. او به درخواست رادیوی آزادی برای شرح قضیه جواب نداد. جای دقیق اقامت تیوتین هم معلوم نیست. مقامات تاجیک گفتند که از این بعد مهاجران کاری تاجیک در روسیه می توانند حق نفقه بگیرند. البته و به شرطی که سندهایشان درست و رسمی باشد و به مقامات مربوطه روسیه مراجعت کنند. سالها باز میان تاجیکستان و روسیه درباره پرداخت نفقه به مهاجران تاجیک بحث و کشمکش ادامه داشت. شهلای عبدالله و علیشیر ظریفی گزارش دارند. رهبریت آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه من بعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. چون این امکان به قول مسئولان آژانسی بعد امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیات سازشنامه درباره تامین نفقه میان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. و او همه سازشنامه‌هاشون حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعیینات نفقه تاجیکستان رو بیان کردن، برای عملی کردن این شرطنامه ما دو تا شرطنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه به امضا برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد. فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد. رئیس آژانسی با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاقه نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره‌های روسیه پیشنهاد کردند. در نظر است که ما همین امسال علاقه باید ما اکنون شماره تمام شهروندان نفقه‌خورانی که از تاجیکستان در روسیه به نفقه برآمدند و من بعد که تعیین میشوند تعیینش پرابلم نمیشود. ما من بعد تعیین میشدگیره در حسابات میگیریم. میگیم ما حاضر ما یک جای باید در فوند اجتماعی روسیه قطعی حسابات تمام نفقه‌خوران تمام شهروندان را داشته باشیم. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. یکی از طلبات‌های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته انداز اجتماعی داده باشند. ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این سازشنامه یا امکانی دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند. 38,000 پاتن 5 چند قریب 6,500 کنشنه درآمد خوب میشه و باید زندگیش میره و یا چیزش میره. خودمون هم بودیم در جنگ اولیکای خودمون گرفتن نمیتونستیم ما فیرمو کجا میتونم بو نفقه در کمپیر مسافیده باور ندارم که بشوم برای که هم میدونن حال راسته چخل است چخل نیست. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنها نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند ولی در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟ برنامه به پایان رسید و خبرهای از این بیشتر را شما در وبسایت آزادی آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلسنیکی پیدا کنید. خدا نگهدار تا برنامه‌های دیگر.